امام صادق میفرماد وقتی قائم ما قیام میکنن لباس علی را بر تن میکنن، همون لباس وصل خورده و مانند آنها بپوشد و بر مرکبی همچون مرکب آنها سوار شود و به کم قناعت کند، حتی بیشتر از اون. یعنی تو اون عصر او آقا امیرالمومنین زندگی خواهد کرد و ابو ترابی خواهد کرد. با خود عهد می‌بندد که اگرچه حاکم و رهبر جامعه بشری است ولی همانند رعیت خود راه رود. ابو ترابی خواهد کرد. بله امام یعنی این دیگه. امام رضا می‌فرماد امام آن همدم همراه، انیس الرفیق، الوالد الشفیق، اون پدر دلسوز، اخو الشقیق، برادر تنی که پشت برادرشه، مانند مادر دلسوز برای فرزند خردسال است و پناهگاه بندگان در آغه هولناک. از پیامبر ما داریم امتش به او پناه میبرند، یه جوری میریزن دورش جمع میشن، این زنبوره که به ملکشون پناه میبرن، میرن که دست بکشی رو سرشون. اینطوری یک مقبولیت عجیبی هم حضرت پیدا می‌کنه. ما در ائمه در مورد امام رضا اینو داشتیم، در بین کل ائمه. اصلا یک از دلایلی که لقبشون رضاست همینه. یکی از وجوه تسمیه اینا میگن همه به او راضی بودن، حتی دشمناش هیچی نمیتونستن بگن. برای بحث علمی کرده و یهودیه و مسیحی هم گفتن آقا اومد جلو چش همون باران رو انداخت، هر جا خواستم بزنش رضا، همه بهش رضا. اصلا همین روایت میشه شما پیامبر شما رو بشارت میدم به مهدی، اهل آسمان و زمین از او راضی هستن و در رضا هستن. لقبم داره. جوری ایشونو دوستش دارن. میدونید ظهور که شکل میگیره حضرت یک سخنرانی در مسجد کوفه داره، میگه آقا داره سخنرانی میکنه هیچ کی به حرفاش گوش نمیده. این کجاش قشنگه؟ همه دارن گریه میکنن فقط خودشون. میگه فقط دارن نگاش میکنن، اشک میریزن همینطور، فقط دارن نگاش میکنن. بعد اصلا حواسشون به صحبت حضرت پرت شده، نمیتونن. این جاذبه به وجود اومده. 1200 سال انتظار آدم میکنه، 1200 سال حسرت، 1200 سال آدم کج کله دیدن، خسته شدن، آدم میرسه میگه اشک میزنن که شوق همینجور نگاش میکنن، کیف میکنن، لذت میبرن. وقتی امیر مومنان بالا منبر میفرمه شوقا لرؤیته، من علی مشتاقم. تو چرا گریه میکنی؟ اما شوقا لرؤیته. طاووس اهل جنت یعنی تو بهشت و خودنمایی میکنن، چه برسه بر روی زمین. حالا تو این عصر پر از گناه و کثافت و بدبختی و سختی و بیچارگی، پا او وایستادن هم هنر دیگه. میدونم سختی زیاد شد، میدونم، به قرآن میدونم، شاید یه جایی از شما هم خیلی بیشتر خبر داشته باشه. سختی اقتصادی، مالی، فرهنگی، گناه، فکر بدی که تو ذهن آدم میاد، قلبای مریض، اینا داره آدمو بیچاره میکنه. منتها چه میشه کرد دیگه؟ باید سعی کنیم بسازیم، اما خودمون چپ نکنیم.